با سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخوام بهتون یه جارو و خاک انداز قدیمی رو آموزش بدم که از پوسته نارگیل استفاده میکنم. خب به همین صورتی که میبینید یه قسمتی رو برمیداریم برای دسته جارو. خب حجم این بستگی به بزرگی کوچیکی جاروی شما داره. اگر جاروتون بزرگتر بود حجمش رو بیشتر میکنید و به همین شکلی که میبینید داخل پوسته هایی که چینده بودیم پایین میذاریم و برای اینکه این دسته بهش وصل بشه روی جارو رو میدوزیم. خب من از نخ قرمز استفاده میکنم. دوختشم به شکل ساده است. فقط با هر کوکتون یه دسته از این نخ‌ها رو، از این پرس ها رو بدوزید، یعنی کامل داخل نختون بره و دوخته بشه. یعنی نگهدارنده این پرس ها نخ ما هستش، یعنی دوخت ما هستش. ببینید با هر بار دوختن من دارم یه دسته از اینا رو داخل نخم میکنم یا داخل دوختم میکنم. ببینید به این شکل، چون ما از چسب اینجا استفاده نکردیم، اومدیم از نخ استفاده کردیم، پس باید این پرس ها برن داخل نخ ما، داخل دوخت ما. خب جوری بدوزیم که از دو طرف رد دوخت باشه. حالا من از یه طرف دوختم، رد دوخت نبود، دور زدم، دوباره همون راهو دوختم. ببینید از دو طرف خط قرمز دارم. ببینید حالا شما میتونید چند ردیف این کار انجام بدید. خب میتونید شما از رنگ‌های مختلف استفاده کنید، هر ردیف رو یه رنگ بدوزید تا قشنگتر بشه. اگر 3 ردیف بدوزید کارتون طبیعی تر در میاد. حالا من میام از رنگ آبی استفاده میکنم و یه ردیف زیرش دوباره میدوزم. گره اول رو دقت کنید، باید اینطوری گره بزنید. اول نخ رو رد کنید و بعد یه دور بپیچید و نخ رو از وسط اون دایره رد کنید. اینجوری نختون سفت و ثابت وای میسته. خب من یه تیکه سیم داشتم که میام روکشش رو در میارم و از سیم‌های مسیش استفاده میکنم برای قسمت بالای دسته که اگه دقت کرده باشین اینجا رو بالاش با سیم وصل شده. به این صورت که تیکه تیکه میبرم و روکش رو میکشم بیرون. شما میتونید همین کارو کنید تا راحت سیم‌ها از داخلش در بیاد. خب حالا از قسمت بالای دسته شروع میکنم به پیچیدن. اصلا گره نمیخواد، همینو بپیچیم به همون حالت وای میسته. قسمت بالا رو محکم بپیچیم، پایین رو یه خورده کمتر. ببینید به این صورت میپیچیم دور دسته. خب پرزای پایینم یه ردیف باش میگیریم. ببینید یه ردیف با این سیم پیچیدیم تا اونجا هم حالت سفت و فشرده وایسه، حالت پرس بیرون نزنه. و در آخر یه ذره چسب میزنم تا اون سیم دیگه حرکتی نداشته باشه. قسمت اضافی دسترم برش میزنم. حالا قسمت‌های اضافی، نخ‌های اضافی همه رو برش میزنم. جایی که نیاز داشته باشه چسب میزنم. ببینید قسمت‌هایی که پرس شده یا از جارومون زده بیرون رو قیچی میکنم و قسمت پایین رو پهن کنین انگار که چند بار جارو خورده، این جارو استفاده شده. به این شکل ببینید چقدر شبیه جارو میشه. حالا اگه بخواین چیز کنین میتونین کوتاهش هم کنین، اینجوری خوشگل‌تر و واقعی‌تر هم میشه. خب این قسمت‌هایی هم که حالت بیرون زدگی داره با یک کم چسب قطره‌ای میچسبونم به بدنه. خب این هم شد جاروی ما. حالا بریم سراغ خاک اندازش. برای خاک انداز از چوب بستنی استفاده میکنیم. ببینید چوب بستنی من شکسته بود، من نگهش داشتم. خب قسمت پایینش رو میخوایم استفاده کنیم. چقدر شبیه خاک اندازه.
و از یه قلمویی که دیگه استفاده نمیشه خرابه، میام قسمت فلزی بالاشو برای دسته خاک‌انداز استفاده میکنم. اگر روش رنگه با کاتر میتونیم اونو بتراشیم و اثری از رنگ نمونه و برشش بزنین و به کار بچسبونین. ببینید الان این نسبت به خاک‌اندازمون یه خورده بلنده. قسمت اضافه شو قطع میکنم و بعد میچسبونم. خب این لوله رو از قسمتی که قطع کردیم به خاک اندازمون میچسبونیم. قسمت برآمده پشتش هم سنباده میزنیم تا صاف بشه. برای اینکه راحت تر چسبیده بشه به یه قسمتتون اسپری بزنید و به یه قسمت دیگه که میخوایم به هم چسبیده بشه چسب بزنید. ببین اینجوری به این شکل خیلی سریع به هم دیگه میچسبن. خب خاک اندازمون به این شکل در اومد، تقریبا به هم تناسب دارن. حالا میتونید شما از اسپری نقره‌ای استفاده کنید یا رنگ اکریلیک نقره‌ای استفاده کنید. من اومدم از رنگ مسی استفاده کردم. خاک اندازم مسی باشه. چون این قسمت حالت شیشه‌ای داره باید دو دور رنگ بزنید تا کاملا بپوشونه. حالا اگر خواستین خاک اندازتون یه خورده قدیمی تر و کهنه تر باشه از رنگ مشکی رقیق استفاده کنید، یعنی با آب مخلوطش کنید و یه خورده بعضی جاها سایه بزنید بهش، اینجوری یه خورده قدیمی تر نشون میده. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. ممنون.